تمدنی داشتن، نه مدنیتی داشتن و بودن در اونجا. کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانیم و دور از این کلمه جمع هستیم، از سبب از این کلمه زنده هستیم و در راه از این کلمه جهاد میکنیم. ما ای را کفر میدانیم، ما ای را شرک میدانیم که کسی مسائل لسانی را مطرح کنه از سبب قومیت، از سبب زبان و امثال هم خون خود بریزن. در افغانستان به نام قوم تاجیک زندگی میکنن. باشندای اصلی وطن افغانستان این مردم است. مدار بطور اصلی ترین باشندای است. بازار گردش در دست زمین مردم است. هر جای بازار است. یک دور سیر خود تیر کرد. چنان در همین ازبک ها آمدن در زمان سین با اقراس و کی دیگه سلاجقه و هر یک در حد رسیدن است. مردم دیگه بودن در جنوب افغانستان پشتون ها که این مردم هم 200-300 سال پیشتر اصلا نه فرهنگی داشتن، نه تمدنی داشتن، نه